یک لحظه بیننده عزیز، من تو یک سوال دارم. آخرین بار که گوشت استفاده کردی کی بود؟ در یک هفته چند بار گوشت استفاده میکنی؟ شاید 3 بار یا 4 بار و شاید هم هر شب گوشت استفاده کنی. ولی در افغانستان متاسفانه ما کسایی را داریم، فامیلایی را داریم که 1 سال شده است که از این پارچه گوشت استفاده نکرده. باورتون نمیشه؟ کلیپ ببینید. آخرین بار که گوشت خوردین کی بوده؟ نه من گوشت خوردم مردم تعریف کردن. چقدر وقت پیش بوده؟ گوشت که از برات داده؟ او دایی قربان داده. 1 سال پیش. و این داستان در اینجا ختم نمیشه. ما کسایی را داریم که متاسفانه حتی 2 سال میشه که بوی گوشت به دماغشان نرسیده است. این کلیپ ببیننده باشید. آخرین دفعه که گوشت خوردی چه وقت بود؟ چند ماه پیش گوشت خوردی؟ 3 سال میشه. لایکی